قدرت در سکوت است. هرگز نگذارید کسی از نیت واقعی شما باخبر شود. آیا تا به حال کسی را دیده اید که باهوش باشد اما همیشه شکست بخورد؟ یا فردی را که بی سر و صدا پیش می رود اما ناگهان همه را غافلگیر می کند؟ راز تفاوت این افراد در پنهانکاری و استراتژی است. چرا نباید نیت واقعی خود را آشکار کنید؟ بزرگان تاریخ هرگز همه چیز را آشکار نمی کردند. آنها مانند یک شطرنجباز حرفه‌ای حرکات بعدی خود را پنهان نگه می داشتند. اما چرا؟ اگر دیگران بدانند که در سر شما چه می گذرد، یا مانع شما می شوند، یا همان هدف را قبل از شما تصاحب می کنند. وقتی نیات خود را پنهان کنید، همه را در ابهام نگه می دارید و در زمان مناسب ضربه نهایی را می زنید. موفقیت واقعی یعنی دیگران را گیج نگه دارید، اما خودتان همیشه مسیر را بدانید. در طبیعت، شکارچی همیشه نیت خود را پنهان می کند و بعد در یک لحظه همه چیز تمام می شود. چگونه نیات خود را پنهان کنیم؟ زیاد حرف نزنید. وانمود کنید که به چیز دیگری فکر می کنید. چهره‌ای آرام و خونسرد داشته باشید. هدف خود را در لفافه‌ای از حرف‌های بی اهمیت بپیچید. راز واقعی قدرت این است که هیچ کس راز شما را نداند. پس دفعه بعد که خواستید برنامه‌هایتان را به کسی بگویید، یک لحظه فکر کنید. آیا این کار شما را قوی‌تر می‌کند یا ضعیف‌تر؟ برای قدرت، هوشمندی کافی نیست. باید رازهایت را پنهان نگه داری. رابرت گرین، قانون سوم از کتاب 48 قانون قدرت.